کوه خیلی بلند بود، آنقدر بلند که ابرها دور شانه‌هایش میپیچیدند و انگار هیچ وقت پایین نمیآمدند. و آدم، مردی تنها و سالها در دشت زندگی کرده بود و اما یک روز چیزی در دلش شکست، نه از غم، نه از خوشی که از تکراره، و تصمیم گرفت برود سمت کوه. همه گفتند اون کوه برای آدمای معمولی نیست، برنمیگردید، و اما آدم رفت و هر قدمی که برمی‌داشت زمین سخت‌تر میشد و نفس کشیدن سنگین‌تر. بادها اسمش را فریاد می‌زدند، سنگ‌ها زیر پایش می‌لغزیدند و شب‌ها آنقدر سرد میشد که انگار زمان هم یخ می‌زد. با این حال ادامه داد و در میان راه‌ها کلبه‌ای دید. پیرمردی آنجا نشسته بود و انگار از همیشه همان جا بوده و گفت چرا بالا میری؟ چیزی اون بالا نیست جز خستگی. و آدم گفت شاید دنبال چیزی نیستم که شاید از چیزی فرار میکنم. و پیرمرد لبخند زد کوه هم همینو از همه میگیره. آدم ماند، اما فقط برای یک شب. و صبح دوباره راه افتاد و هرچه بالاتر میرفت دنیا کوچکتر میشد و صداها کم میشدند و حتی فکرها هم سبکتر، و انگار کوه داشت همه چیز اضافه را از او میگرفت. و بالاخره رسید و قله خالی بود و نه گنجی، نه معجزه‌ای، نه حتی نشانه‌ای از چیزی متفاوت. فقط باد و فقط آسمان و فقط خودش. و آدم مدتی همانجا ایستاد و بعد فهمید چیزی که دنبالش بود آن بالا نیست کیر، و بلکه در تمام قدم‌هایی بود که تا آنجا آمده بود. و کوه چیزی به او نداده بود، فقط همه چیز اضافه را از او گرفته بود تا خودش را ببیند.